به اولین ویدیو یوتیوب من خوش اومدین. من فاطیمام و اینی که دارین میبینین اولین ویدیو یوتیوب منه و قرار امروز با هم بریم باشگاه. کاش شروع اولین ویدیو از روی تخت نبود، ولی همین الان یهویی داشتم با خودم بیدار می‌کردم و اینطوری بودم که نباید یه جای شروع کنیم. بچه قرار نبود هیچ وقت با این گوشی کلاک بگیرم، ولی برای شروع فکر می‌کنم that's okay. و اول توضیح راجع به قیافم بدم. تدا! بله، همونطور که اینجا حد زد، فاطمه از راحت افتاده، کله‌شو شکونده. الان خوب شدم و زن جنگی را زخمی می‌کنم و مشکلی ندارم. آره، خوش اولین ویدیو روی تخت این شکلی نبود، ولی اینجا قرار خودمون باشیم، خود واقعیمون، همونی که میدونید. چی بگم الان؟ نمیدونم، بلد نیستم حرف بزنم فعلا تو یوتیوب و احساس مزاحم میکنم و میدونم تو باشگاه اگه بخوام این شکلی ویدیو بگیرم همه مسخره میکنن و بهم میخندن، ولی دست اوکی. این راهیه که قراره با هم برم از رو تخت پاشم، آماده شم و بزن بریم. بای. دیگه وقتشه که پاشم و کم کم آماده شم که برم باشگاه. تمام جونم زخمیه، تمام جونم درد میکنه، ولی باشگاه رو هیچ جوره نمیپیچونیم. برای مثال چیزی که میتونم نشونش بدم، خیلی درد میکنه، ظاهرش رو نبینید، کلا درد میکنه. تازه پاهامم یپ. خب برم صورتم بشورم. چون تا از این ویدیو نگرفتم، مثلا هیچ ایده‌ای ندارم که این ویدیو باید حتی دوربینم باید کجا باشه. و بزرگی خودتون ببخشید، یعنی دوربینم گذاشتم توی کمدم و میدونم اصلا جای مناسبی نیست. اون اولین ویدیو نیست. اگه نباشه اول درستش می‌کنم که میگم دستم. خب چون این باشگاه با آفتاب خیلی سگیه، ضد آفتاب مهمترین چیزیه که باید بزنیم. صورت همش سوخته و من تا الان ضد آفتاب نمی‌زدم، ولی چون الان خیلی زشت شدم میگم حتی شده درصد گردش کم کنم. حالا مقدار زیاد می‌زنیم چون آفتاب خیلی سگیه. از ضد آفتاب متنفرم. آره، ولی نتیجهش میشه این نزدنش. ببینید. خب امیدوارم کلم چاله نشه. خب میمونیم تا خوشه. بعدش کم بلند کننده بیشتر به دماغ میزنم، چون وقتی کرم پود میزنم البته کرم پود نمیزنم، ولی الکل وقتی کرم رنگ دارم میزنم گوشتم پوس میشه و دوستش ندارم. انگار تمیز نیست. تمیزی مهمترین چیزیه که مهمه. خودم میگم و خودم کردم. فکر کنم بخش حوصله سر بره. چقدر در من باشه باید اینا رو شانشون بدم. چرا ببین ولی حال میده. نمی‌دونم من اصلا من بخش بعدی. بچه‌ها چه باورتون نشه، ولی من به عنوان یه دختر هیچ لوازم آرایشی ندارم. یه کانسیلر دارم که اون نمیشه توش نیست و من شدیداً بهش نیاز دارم، چون وقتی بچه‌ها باشم من میبینن میترسن. من نباید اجازه بدم که اونا بترسن. پس تکونش میدیم. امیدوارم که برم. من همینجوری تیشش گودی دارم خودم با این کبودیه قشنگ با دست اوکی زنی جنگی را زخم زیبا میکنن. یا مثلا آرش بلد نیستم بچه‌ها، نه من لوازم ندارم ولی بلدم نیستم. اصلا به کارم نمیام. می‌بینی حس میکنم آرایش مال منی، نه که آرایش نمیدونم دارم چی میگم. با منظورم اینه که کار من آرایش کردن نیست. منظور فهمیدی؟ خیلی سخته با جای دور حرف زدن. زیر چشم درد میکنه. زنی جنگی را زخم زیبا میکنن. هیچ فایده‌ای نداره رسما، باز کبودیه معلومه. واسه شکستگی سرم، واسه اینکه داشتم یعنی کرم دادن بچه‌ها، من فکر میکنم که خوبه. یعنی الان دو روزه که میزنمش، اسمش ریجو واسیل اگه اشتباه تلفظ نکنم، این خدای نکرده واسهتون پیش اومد، به نظرم خوبه. یکم به معرفی کردن. نمیتونم برم بخرمش چون لاشیا گرونن، ولی باید بخرمش. بهم گفته بود خیلی زیاد برشم، بهم گفته بود که روزی 3 بار بزن، یعنی اول گفت روزی 1 بار. بعد گفتم دیدم که روزی دستم کرمیه ولی نمی‌پاشم چون حیف. بهم گفته بود روزی 1 بار، بعدش گفتم که من دیدم که روزی 3 بار. گفت اوکی، سرچ کرد گفت درست میگی روزی 3 بار. و من روزی 60 بار میزنم بچه‌ها. آره. غلط کرده جواب نده. آپو. من حس می‌کنم یکم فرو رفتگی ایجاد شده. وجه زخم چندان کاری ندارم. این تو رفتگیو می‌بینم. ها دور میشم. دور بچه‌ها به زبون ما یعنی روانی یه جورایی. آره روانی. بازم دعا کنید که جاش نمونه.
مثلا سوالی که چجوری هم آرایش میکنن، هم داستان تعریف میکنن، هم ولاگ میگیرن، واقعا سخته. واقعا من فکر کنم خیلی انسان تک‌بودی ام، نمیدونم چت میکنم گوشام نمیشنوه دیگه. شما دیروز پیش که دوستام رفته بودم، یعنی دوستمه، من باهاش زیاد ارتباط نداشتم، اما داشتم چی بود برام دوست داشتم ببینش. آخه اینو ببین، یعنی اینقدر که قلو مهربونه، خیلی ویدیو تازه خدا، یعنی هر چقدر مهربونی این بچه بگم کم گفتم. همین ازش تشکر میکنم، خیلی خوشم کرد. من دوستم از بی‌پرستش استفاده کنم، خیلی گودیه. شکل داره، خیلی نازونه است. واقعا این آدم ها ما فرشته هست. بچه ها قلبش رو ببینید، تازه بازم میشه دست شدم. من بگم که انقدر که تک‌بودی هم نفهمیدم دور خاموش شده بود. می‌دونستین از این زاویه صورتم خوشم نمیاد، از اندازه‌ام نشونش میاد که باشه کنار بیام. بدونید میدونم ازش میخورم ببینم چجوریه. خیلی گودیه خدا دیگه میگه. حالا واسه اینجا رو می‌ذارید ببینید. من حاضرم. امروز فکر کنم قرار نیست هستم باشم. یه چند پیدا نکردم، جورابمو پیدا نکردم و خنک‌ترین لباسی که پیدا کردم این بود و خیلی هم گرمه، یعنی قشنگ تابستون رسما شروع شده و جز این هیچ ایده‌ای نداشتم برای پوشیدن. بریم که بهتره کنیم. خیلی گرمه، امیدوارم تاکسی پر شه الان این ساعت. توضیح از خودم بدم که چند وقت سوارکاری کار میکنم و چی بود و چی بعدم توضیحاتو میدم. اونجایی که من یادم رفت ادامه داستان رو بگیرم، از الان میگیریم. چند تا شاگرد داشتیم رفتم، الان سامیار داخله و داره خودکشی میکنم. صبر کنید تا نشونتون بدم. خیلی گرمه امروز، چقدر دور نزدیکه. بعد بریم اسبا رو بهتون نشون بدم. ماشین ادابه سلام تایم یاده این موجودی که میبینید چه به من نمیتونم بخورم والله بقدرهم بس زي خدنا يعني فيهم يعني اختاروا نمیبینی نکن با شرف پیاده نشدم هی با ترسیدم بشنمش. خسته شده فاطمه اگه سوار میشه که افتخار بده. نکن آقایی بزن تو هم بزن شما هم بزن